بهار آمد، بهار من تو باشی، عزیز و مهربان من تو باشی. اگر روزی رسد در کنج این دنیا، مبادا بی‌وفای من تو باشی. این شعر تقدیم میکنم به خودم. السلام علیکم دوستای عزیز و مهربان، خوش آمدین در یک ویدیوی جدید، یک ویدیوی نوروزی. امروز روز نوروز است دوستای عزیز. نوروزتان مبارک، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. بعضی جملات قدیم هیچ وقت کنه نمیشه و همچنان بعضی از هیچ کس هیچ چیز جاگزین یک چیز یا یک کس شده نمیتونه. این جملات بسیار زیاد دوست دارم. دیگه سال نوتان مبارک. امیدوارم یک سال خیلی خوب و خوش را شروع کرده باشین، آغاز کرده باشین. همراه دوستا، فامیل، دیگه در هر کجای دنیا هستین جور و صحتمند باشین. از همه مهمتر دیگه امروز سال نو است دوست داشتم که از بیرون همراه شما یک برنامه جدید بهاری داشته باشم. دیگه قسمی که میبینیم دوستای عزیز در بیرون هستم، آب و هوای بسیار صاف، بسیار خوشایند. دیگه آمدم که همراه شما هم گپ بزنم و هم دیر شده که ویدیو اپلود نکنیم. و تشکر از کسایی که واقعا مهم نیست که 10 نفر است، مهم نیست که 2 نفر است، مهم نیست که چند نفر است و پیام میدید جان شده چرا ویدیو نمیمانی. این یا ویدیوی بهاری به بهانه نوروز میخوایم که همراه شما دوستای عزیز گپ بزنم و دوستای عزیز یک سال خیلی خوش را آغاز کرده باشین در کنار فامیل، دوستان، رفیقان. و خود تک تنها صدای شارژ افغانی نیست، اگر است مصروف است و دیگه ای که رفت آمد نداریم. به این خاطر که ماه رمضان است، خوردن چیزا نیست دیگه. ماه رمضان است، ان شاء الله در برنامه ایدی باز ایوان جای اگر رفتم باز براتون ویدیو میگیرم دیگه. دوستای عزیز متاسفانه در این شهر که من هستم اصلا افغانا بسیار استثنایی دیده میشه، یعنی افغانا نیستن. نه کدام برنامه ما اینجا میگیریم، نه کدام برنامه نوروزی، ایدی یا مهمانی ما هیچ ندیدیم. اگر دیدیم ما اجازه نیست که ما ویدیو ریکورد کنیم یا مثلا فیلم بگیریم، اصلا اجازه نیست، چون که افغانایی هستن که بسیار قید هستن از دوستای از همین افغانای خودم هستن. خود دوستای عزیز گپی قرار است که این روز آخر سال بود و واقعا من بسیار زیاد دل تنگ بود دیگه. دیروز خدا و روز سر هیچ کس نبره که دل من این قدر تنگ بود. البته دیگه یوم دلتنگی باعث میشه که آدم ها باعث دلتنگی آدم میشه. متوجه هستین دیگه. امیدوار هستم که در کنار شما او قسم آدم ها نباشه و در زندگیتان او رقم آدم ها نباشه که باعث جگرخونی و ناراحتی شما شود. الهی آمین. و من خودم شخصا دوستای عزیز آدمی هستم، آدم بسیار شاد، قسمی که شما دوستا اکثریت من میشناسین. آدم بسیار شاد، اما بعضی اوقات دیگه نمیتونم تحمل کنم بعضی عزیزا رو واقعا تحمل نمیتونم. من انسان هستم دیگه. مسافری نگفتن اما مسافری خودش از خود یک دلتنگی بسیار خطرناک داره دوستای عزیز. نه یک دوست داری، نه فامیل است. فامیل داری ازش دور هستی، برادر داری دور هستی، خواهر داری دور هستی، فامیل کلان داری ازش دور هستی. یعنی اینمی خودش یک درد است واقعا. نمیخوای مال گریان کنم دیگه. اینمی براتون میگم که اگر شما مسافر هستین و مسافر دارین، لطفا از راه دور جگرخونشان نکنین. لطفا کوشش کنین یک بهانه بسازین برین به خاطر که خوشحالش کنین. هیچ چیز در دنیا ارزش نداره دوستان. این قدر که 100 سال پیش آدم‌ها باقی نمونده، ما و شما هم باقی نمیمونیم و هیچ کس مشخص نکرده که کی چقدر عمر میکنه. و ما و شما در حالی که از این موضوعات خوب خبر داریم، بازم باعث میشیم که دیگه ما جگرخون کنیم، باعث میشیم که دیگه ما رنج بدیم. در ضمن از اینکه میفهمیم که مسافری خودش یک درد است، یعنی یک جگرخونی است. خداوند ما و شما را سلامت داشته باشه. ما در کنار هستیم و بازم ما و شما انسان هستیم. انسان به انسان نیاز داره و خوشحالی و اینکه رفاقت مثبت داشته باشیم، دیگه ما را از دوست داشته باشیم و واقعا بپذیریم که ما آدم ها و محبت همدیگر نیاز داریم. و دوستای عزیز این گپایی بود که در سال گذشته من تجربه کردم. واقعا سال میلادی با ما و شما هیچ ربط نداره. خب ناگزیر هستیم همراه کسایی که سال میلادی رو تجربه میکنن، همراه اونا هم کلام و هم قدم باشیم. اما این سال ما و شما دوستای عزیز دیگه نوروز است. واقعا از وقتش پیداست که کل جای سرسبز. امیدوار هستیم شما همچنان هم سرسبز باشین، خوش باشین، آسوده باشین، آرام باشین و مهمتر از این یک آرامش واقعی داشته باشین دوستان عزیز دیگه. یک آرامش ذهنی داشته باشین که هیچ کس یعنی دلیل شده نتونه که آرامش از شما بگیره.
الهی همین دوستای عزیز ای بود دعاهای ما به شما دوستای عزیز. زیاد اگر پای کلان نمیزنم. میخوایم که امروز خوشحال باشین، مثل ما شاد باشین، دیگه منتظر عید باشین. عید انشالله به خوشی و سلامتی انشالله شروع کنین و پیشرو داشته باشین. هر روز تان عید باشه، هر روز تان نوروز باشه دوستای عزیز، مهم نیست که چه رقم میگذره، او به دست خود ما شماست. و یک جای خوانده بودم که گفته بود که منتظر خوشبختی و خوشحالی نباشید، خوشحالی و خوشبختی را خودتان درست کنید دوستان عزیز. حالا مهم نیست که چی خوشحالت میکنه، و خوشحالی همیشه از یک چیزی ریزه شروع میشه. امروز نوروز است، به بهانه نوروز آمدم به بیرون و شما دوستای عزیز ویدیو گرفتم. دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم و هم دیگرتان از اون قدر دوست داشته باشین. دیگه سال نو شد، امیدوار هستم فکرای شما هم یعنی همونطور نو شود دوستای عزیز. شاداب باشین، خوش باشین، شاد باشین. دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم. دیگه لایک، کامنت، سابسکرایب اذیتتان نره و دیگه کامنت های تبریکی تانه، نه پیام های تبریکی تانه حتما به ما کامنت کنید، بسیار زیاد خوشحال میشم. دیگه وقت و اوقاتتان بخیر، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ تا برنامه بعدی. الله یار و مددگار.